سلام علیکم همدیاران عزیز. از آن گروه انگور و باغ امروز 16 می سال 2024 می باشد و ما قرار داریم در نزد درخت نهالچه چهارمغز. چهارمغز هم به خودش چی دارد؟ ابریسکه دارد، یعنی بوریش دارد و شکل دراری دارد، داروپوشی دارد، داروزنی. این هم جان زنده است. چهارمغز گفته همین در ما خلق تاجیکستان نخواد چهارمغز هم کسل شود، گفته همین و دارو زنیم جنجال هم میکند که همه دارو زدی. و بیچاره اینم جان زنده است. چی با انگور میزدیم، سیب میزدیم، اینا نمیزدیم. اینم میخواد دارو تنش گیره، اینم میخواد یک غذا گیره. و از من نشون میدم همین چهارمغزی که ما سال گذشته شنونده بودیم چقدر با شکل میدارم. من همین چهارمغز ما یک دیگه از تگش هم برآمدگی است. ببینید من باید دیگر دیگه لیکن با ما در کار که یک کنده براید خیلی پنجه از روی زمین نزند. برای همین ما اینش رو بریده میپرتیم و قوه رو با همین یک تمتیم. و ما باید چیکار کنیم؟ همین چهارمغز رو ما باید از تخمینا 1.5 متر انا از این قدر بلند، انا این قدر بلند، بعد مونیم که انا خلیم پنجه زند، انا خلیم پنجه زند تو همون 1.5 متر شدنش پنجه‌اش رو من بریده میپرتویم. کی میبریم من میفهمونم. در این حالت حاضر نمیبریم. سال آینده بهار انا همینا رو میبریم و انا همینو لیدر میمونیم. لیکن برای که لیدر ما تیز کلان شود، منم لیدر همونا میگن که راست بالا میرد. ممکن لیدر از اینجا بروید، ممکن لیدر از اینجا پایان بروید. کدامش که قوه بسیار میگیرد و لیدر میشود. عین ما حاضر من این لیدر ما همین بالا بوده است، پایان دانی. برای که لیدر ما تیز بالا رود، ما چیکار کردیم در کار؟ این حالا را از افزایش باز داشتن در کار که قوت با بالا رود، من لیدر رود. برای این ما چیکار میکنیم؟ برای این ما همین نوک همین رو میپوچیم. من افزایش همین رو باز میداریم، از بخش نمیبریم برای که این کلان شود. گفته همه این رو اگر ما گیریم ریشه ما به تامین آذوقه آفتابی میموند. برای همین نوکش رو میبریم میکنیم. باز من اینش رو دیدید، من دیدید من نوک همین رو ما میکنیم. تخمینا 10-15 روز پس از همینجا باز هم خلین چشمک زده میبروید و باز میکنیم. یک کانتر دراز که شد باز میکنیم و ما تا آخر سال قوه رو به همین لیدر میدیم که همین لیدر بلند شود و همین خیلی گرد بگرد همین رو ما پوچیده میپرتویم. نوک همین رو نوک هایشون رو ما پوچیدیم، یعنی که افزایش اینها رو ما باز داشتیم تا که قوت به لیدر رود، تا که قوت به لیدر رود. سال آینده تقریبا ماه مارت بعد نوروز وقتی که همین چهارمغز گوش موش برین برگ میکند، ما انا همین رو به غرض از لیدر همش رو از بیخش انا خیلی قرض پایچختی میبریم، خالی میمونیم. یک لیدری خالی رو لیدر باز از اینجا نوده میکند و باز نوده هایش رو انا خیلی با میپوشیم سال دویم و بعد از 1.5 متر پس نوده ها رو نمیبریم. در وقت سبز بودنش بهار که شد بعد 1 2 3 4 تا میمونیم، 4 طرف و از اینجا انا از اینجا بعد میمونیم نوده هایی برای میوه دادن و باز لیدر را توضیح میکنیم که لیدر بالا رود. 4 تا میمونیم دیگرش رو میبریم بهار. یگان تخمینا 1 متر پس با این لیدر با پنجه میزند و بالا میرد، با 6-7 تا میزند، با 4 تا میمونیم. هم که گرد با گرد خوشو کرده میمونیم که با یک دیگرش خلال نرسوند به یک دیگرش و چهارمغز آفتابگذار شود و نغز بندد. و باید ما چهارمغزهای شینانیم که از 7 متر بلند نشود. همین تیاق قطعی زده شپونیم. چهارمغزهایی که 15-20 متر میشود و فایده ندارد و کسل میشد، شما توبت کردن نمیتونید. برای این چهارمغزهای چندلر شنوندن در کار. چندلر این چهارمغز آمریکایی است که ما از ترکیه میبریم هر سال.
و چهارمغزهای قد پس شنوندن در کار. من از تجربه کردم چهارمغز خیتایی رو قد پس کنی من بینم در چند سالگیش میبندد و بعد از وی گرفته چهارمغز محلی شنونده پیوند میکنیم. خود پیوند چیست؟ پیوند این دیگرگونی کردن معنی، خوب کردن، به کردن است. در همه مورد نهال میشوندگی ما باید پیوندی باشد. اون وقت ما میوه خوب میگیریم و چهارمغزهای ما هم باید پیوندی باشند. ما که از ترکیه میبریم چهارمغز پیوندی، شما میتونید زمستان از من ماه نوامبر آخرش درخواست کنید، من میبرم برای شما چهارمغزهای امریکایی بسیار میبندند، چند لیر و پیش جوانی است. برای همین وقتی که مود در کار ما پیوند کردن در کار. همین چهارمغزهای خیتایی که من حاضر در درون خلطچه شنوندم بعد در زمین میشنونم، اگر 3 سال 4 سال پس ویا میوه دیدن، ما حتما از وی گرفته چهارمغز محلی شنونده پیوند میکنیم اگر خوب باشد، نغز باشد. چون که پیوند این به کردن است، این دیگرگون کردن است، این خوب کردن است معنیش. من هم دوستان عزیز یک معلومات بود درباره به شکل ضروری چهارمغز و پیوند کردن درخت. همدیگران عزیز در پناه خدا باشد. خدا نگهبان شما باشد.